יש צדיק תלמיד חכם לפני 400 שנה שקראו לו הרב לניאדו. הוא היה מפרש של ספר על התורה שנקרא כלי יקר. יש לו ספר שנקרא כלי פז. תעשו בגוגל כלי פז הרב לניאדו ותכתבו הורמוז. הוא כותב שבאחרית הימים אדום, שזה אמריקה, תלך עם מדינות למצרי הורמוז להילחם נגד ישמעאל שם, והוא אומר ואפשר ששם تتحیل המלחמה האחרונה گوگ و ماگوگ. از ساعتی پیش مرحله اصلی رزمایش کنترل هوشمند نیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان آغاز شده. ما در حال اعزام به منطقه رزمایش هستیم. انشالله تا ساعتی در بخش خبری 21 جزئیات مراحل این رزمایش راهبردی رو به سمع و نظر شما مردم ایران خواهیم رسوند. یونس شاهدو، خبرنگار نظامی خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش نیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی